کم شدن بودجه. هپی نیو ایر. میخوایم امروز کریسمس رو جشن بگیریم توی بازی مایکرافت. به نظر شما آیا هانتریکس کریسمس رو جشن میگیرن؟ بریم با هم ببینیم. بچه ها ببخشید لباس معمولی پوشیدم، لباس کریسمسی نپوشیدم. ای بابا لعنت به این کم شدن بودجه. بدون معطلی اگه چنلم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، روی زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که بونکرافت ویدیو گذاشته و بیاید ویدیوی منو ببینید. بزن بریم. ای بابا ولش کن ببینم با این بودجه چیکار می‌کنم. بریم سراغ بتیم. همونجور که گفتم میخوایم بریم خونه هانتریکس مهمونی. بریم. ببخشید که کادو نیاوردم با خودم. کادو رو دیگه باید بابا نوئل بیاره، بابا نوئل واقعی که اونم الان نمیاد. خب در رو ببندیم، بریم بالا و ببینیم چه خبری. چرا کج دارم میشم. به 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 چه درختی داره. درخت کریسمس رو به این میگن ها. شنگ زنگوله منگولم داره و کادو هم گذاشتن. خونه هانتریکس عجب درخت کریسمس. اونجا هم چیز کردن که اونجا هم تم کریسمس دادن. عالی. ویو رو اینجا درخت رو نگاه کنیم ببینیم چجوریه. وای خفنه. به نظرتون بریم پایینم یه سر بزنیم ببینیم چی کار کردن. خودشون نیستن. حالا تنها چیزی که تونستیم بسازم همینه تو مایکرافت. از این بهتر نتونستم بسازم دیگه. همین عالیه. این بچه من تو قبلی هم که ویدیوشو میذارم این بالا، تو اون قبلی هم اینجا رو گیر کرده بودم. اینجا رو نمیتونم برم داخل، نمیدونم بعد چی کارش کنم. حداقل بعد 3 بار 20 بار افتادن تازه فهمیدم بعد چجوری برم اون تو. رفتیم اون تو. خب از اینجا به به. اونجا هم که اینجا دکور خاصی نزدن، 4 تا زنگوله انداختن. اونجا چی نوشته؟ به به نوشته نیو ایر 2026. سال 2026 رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی همینجوری شاد بمونید. فعلا خدا نگهدار.